روزها که خیلی هم در مورد ایران باستان و کوروش و نمیدونم شروع حقوق بشر و این حرفا گفته میشه، باز شما اینو میبینید یه دست میشه. اصلا این مسئله که آقا اینجا اصلا هیچ موقع یه جور یک دستی نداشته، حالا کار ندارم در امپراتوری هخامنشی در درونش پر از تنش و درگیری بوده که به شیوه معمول آسیایی با فقط زور ناب در واقع حل میشده. گذشته از اون شما این وسط چه میدونم 200 سال اصلا حکومت یونانیان بازمانده از اسکندر رو داشتید، بعد میاید نمیدونم حالا اون 400 سال عجیب ساسانی که معلوم نیست اصلا از توش چی در آمده رو دارید، و بعد تازه میبینیم بعد از اون ما یه دوره طلایی داریم که عصر کلاسیک اسلام و خلافت در واقع عباسیه، خیلی ربطی باز به ایران نداره، و بعد از اون شما 1000 سال در واقع حکومت ترکان رو دارید بر ایران. این اصلا ایرانی وجود نداشته در این فاصله، نه خود اون مردمان اونجا میپرسیدید احتمالاً نمیدونستن. حتی تا روزگار ما من یادم پیرزنی به عنوان ننه تو خونمون کار میکرد، از من اینو میپرسید که این ایران چیه، کجاست، و هیچ تصوری نداشت اصلا از ایران. این مال چه میدونم همین 50 سال پیشه، ولی کلا تو این فاصله شما میتونید ببینید اصلا چیزی به نام ایران وجود نداشته. تکه هایی از ایران دست غزنویان و نمیدونم سلجوقیان و خوارزمشاهیان تو دوره شاه اینا رو به ما به عنوان سلسله های پادشاهی ایرانی در واقع درس میدادن، در حالی که اصلا نه ربطی به زبان فارسی داشتن. سنی های خیلی افراطی بودن، مغول هاشون که اصلا اومدن چه میدونم ایران رو چاپیدن، تقریبا 1/3 جمعیت شرق ایران تو حمله مغول از بین رفته و اصلا چیزی به نام ایران برای 1000 سال در واقع نبوده. خب این یه مثاله. عین همینو حالا ما در مورد